برم اومد. به ای ماشاءالله. یمشی بابا ببینم. قربونت ماشاءالله. ای جیگر بابا. ای ماشاءالله. بشین اینجا ببینم. خوش اومدی. کجا بودی دخترم؟ کی اومدی؟ پسرم کیه؟ مهدی؟ برای چی؟ دیشب رفتیم صحبت کردیم نمی‌داشتیم. یعنی چی؟ الان اومدنش هم اشتباهی سید 20 سال تو اون 2 سالی که رفته ماموریت این چجوری اجازه داده رفتی یه زندگی گرفته؟ دیگه رابطه زناشویی بین خودشون بعد دیگه میرفته میومده. خب میرفته میومده منطقی بوده زن بگیره؟ زن گرفتن منطق نمیخواد، به توافق رسیدن. نمیخواد شما برای من شاید منم اگه ولم این کارو میکرد ناراحت میشدم. برای چی ناراحتی؟ آی سیفی پس ما یه بار اونجوری میشون کناره. این دخترم 20 سال ندیدم. نه بابا اسم ایشون شناسنامه شما بله. هست؟ رشک تمثال بله. هست. بله هست. من ندیدم. من 12 سالم بوده. آره. مهدی 3 سال آره بوده. اون موقع گرفت. آره با عقل جور در نمیاد. آقای خیرات یه ذره بالا پایین کن. من 12 بودم. مهدی 3 بوده. این 2 سال رفته شما نبوده. 20 این به سال. دنیا اومده. بابا مگه بچه بازیه 20 سال دیگه یه بچه پیدا بشه که به تو بگه بابا. حالا گوش کن من یه چیزی بهت بگم. خیلی ناراضیم خونه رو میدم به شما من دست دخترم میگیرم دارم. مادرتم میبرم بابا این چجوری مادر منو چرا میبری؟ زنگ بزن مادر خودش. اون به شما ربط نداره. نه مامان منو برمی‌داره. نه به شما ربط نه نداره. بابا همه چی به شما ربط داره به ما دو تا هیچ ربط هیچ ربطی نداره. باشه مامان من برداره. میبرم. آره میذارم ببری. بابا همتون رو بیرون میکنم من و مامان و این دخترم میذارم ببری مامان.